الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Da pesci sta dietro. Oh, da pesci piscia. Da pesci. Bicho, não é toda a sua merda. Ai, deixa eu ver como é que é. Ai, ela vai te jogar aqui, é baixo. سلام خوبی اپرا زیبرا Beste kamera. بچه‌ها نیسته؟ ایست باره سلام خوبه جون. سلام خوب. سلام علیکم. بگذره فرق کنه Apo beste, solo ragazzo mi silenzio.
شوت هم میرسه اوبر شوت هم شلوغ زورات اوس را راست نکن شوت دیسه مرد سه آدم زورات شوت نداره بچه ها یا بسته بذارم بسته بیا بچه جان بیرو بسته بروی تمام دیگه دیگه نداره بیا برو بروی بیا تمام دیگه اشترا تمام دیگه مرد تمام Hazır demiş benim. Demiş. Volo bravo ai tor. Bien. Acá. Camera. Vamos mandar na vez. Para veces. Ela na frente, que nessa na frente. Ela na frente de oração. Naci eu, что бесте? Что бесте? Мне что-то не показывали. Хазраты, почему много хазраты не один на свет? Вот, смотри. Сейчас я одену, я телефон не могу. Время нет. شروع حضور زیارت کنین خدمت ما خلاص کی شد شروع ها بگوری میکنه زیارت اقا ناجی کفو به ناجی همین تدور کن دست دروس میشه باشی بچه همین این خیلی میشه واقعا میشه باز نه کنا Носки мой, где мой носки? Не знаю, я вот... Давай. Салам алейкум, Хаджи. بچه بود تاپا نکنه اون که اینا نگه Программа все нормально, сейчас меня. Вместе я не вместе брала, фига. Давай чатолана. Я خودی که نمی‌جه не вместе. همین یعنی چیکار کنم؟ جون است. Yine yine bir. Hep taraf bir de bir şey anlayacağım. Ne de çağır. Bu hayır çağır. Nakdos burası rahat. Niye kira? Bak taraf da. Haydi ben Bravo. Reggio stanno io questo è bravo. Amici ci vorrà scadi molto di più. Era molto bravo. Io sono bravo. Mehra bu bence kayıpsız sokak bakacağım.
Хошь Шамагат, Хазрат, вы принесли сюда дур. Нашему Махмеловичу дур принесли. Рахмат, каждый дур. Алхамдулилlah. Шамагат. Сели, эртик. Чуть-чуть сюда. Чуть-чуть сюда. Хазрат, извини, я такой. Иначе нельзя. Большое сахне холит. Еще до ифтара, до ахшама еще 9 минут. 9 минут. Хазрат, успокой всех, посади. Гости принялись, а место не даем. نابد رمضي Куда я их посажу? Только с ним. Иди сюда. Хазрат, вот этот ключи каждый год по 30 человек организовывает хадж. Только он молодец. Стоит вам 2 ему. Так, куда я сяду? Там не поместится, давай. Я уважаю тоже как-то.
دیگر ماها از 10 تا 700 است و از او هم بالاتر است. تبریک و تهنیت میگویم و از خداوندی که بسیار بسیار مهربان و بی‌نهایت بخشنده است خواهان او میشوم که گرفتن این ماه مبارک را برای همه شما آسان گرداند و درد و غم شما را تا آخر ماه مبارک از بالای شما دور و از شما از همه مهمتر این که الله این زحمت ها و این روزداری شما را قبول بدارد. برادران عزیز و گرامی، وقتی که از دعوت این برادرایی که ما را دعوت کردن که حدیثی بر روایت ابی هریره که هم نسائی و هم ترمذی و جمله کتاب‌هایی که در آنها جمع آوری حدیث شده است این حدیث را آوردن. یک حق مسلمان در بالای مسلمان و اذا دعاک فاجب. برادران عزیز خوب با دقت باشید، در حالتهای صحبت کردن شما گپ نزنید، برای که این لحظه های ما هم برادران عزیز این لحظه هایی که گویی دائم تکرار می شده باشد اون لحظه ها نیست و شما یک چیز فراموش نکنید که در 3 حالت اگر انسان خواب کند یا خنده کند بدترین خواب و بدترین خنده است. یکم خوابی که ما وقت نماز بامداد میخوانیم تا حال آفتاب روشن نشده خواب میبینیم. دویم خوابی که وقت انسان در داخل نماز است و خواب میکند. سیوم خوابی که وقتی که امر به معروف و نهی از منکر می رود و خواب است. این خدا رحمت کند محمد نومن سربازی در کتابش آورده است که بدترین خواب به شما می‌آید و بدترین خنده هم خنده هست که وقتی ما یک برادری را که از این دنیا چشم پوشید و تابوتی او را میبرداریم و میبریم از پشت تابوت وقتی که خنده میکنیم یا وقتی که او را در لحد میگذاریم در داخل قبرستان میخندیم یا سیوم خنده که امر به معروف میروه و برادرای ما خنده تبیستان یا این روزه گویم برادرای ما باید دیگر مصلحت دارند، برادرای ما باید دیگر با تلفن صحبت دارند. شما میدانید که امر به معروف و گوش کردنش واجب است. گوش کردن امر به معروف واجب است. همینه که در مذهب خودمان یعنی مذهب نازنین امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در حالت امر به معروف میگوید تحیه مسجد نخوانید به خاطر گوش کنید به امر به معروف که گوش کردنش واجب است. برای همین برادران عزیز من نمیگم که شما گوش ندارید. حقی که مسلمان بالای مسلمان دارد و اذا دعاک فاجب، هرگاهی که شما را کسی دعوت کرد اجابت کنید. خداوند برکتی از وقتی برادرای ما اینجا زنگ میزنند، چه از برادر عبدالمجید و چه از برادر سید غفران و چه از برادرای سعدالله و اسمتالله و اینجا چه برادرای محمد رسول و نورالله و دیگر نفرهایی که ذهن من همه اینها را داشتن میتوانم. اکید مامورا الان در خطبه شما
آیت را تلاوت کردن، گفتن من عمل خیرا فلنفسه. آیت را از قرآن خواندند که کسی یک عمل خیر را انجام می‌دهد راحت جانش است و برای نفس خودش می‌کند. برادری عزیز، این خدمت در راه دین است. شما ببینید یک گروه بنده های خدا وقتی مال صرف میکنن، وقتی چقدر گویم خراجات میکنن، برادرای ما را چه از قاریان باشد چه از علما باشد، ما شکر خدا میکنیم که در تاجیکستان ما علمای زیاد، قاریهای زیاد داریم. وقتی اینها را دعوت میکنن و میارن و در رو بروی شما میستن که شما مثل همون گرسنه‌ای که منتظر طعام است، همه شما احتیاجی گوش کردن امر به معروف دارید و هر کدام شما را من با تمام مسئولیت میگویم که این از آیت قرآن است که یگانه چیزی که شما را اداره میکنه و میدارد این سخن خدا و رسول است که شما را همیشه در یک انتظام خوب نگه می‌دارد. شما را نمیگذارد که شما پای در راه کج بذارید، یا نمیگذارد که از پدر و مادر 1 سال 2 سال دوره پدر و مادراتان را فراموش کنید، یا نمیگذارد که از زن و فرزنداتان دوره اونها را فراموش کنید. نمیگذارد. و همین ببین بنده های خدا میگن خدایا تمنا میکرده، دعا میکرده خدایا همنشینی عاقلان کن. و از همنشینی عاقلان که اونها فوت کردن، با دانشمندان نشستن و با اهل علم نشستن که نفع زیاد بردن، آدمگری را دریافت کردن. بعدا گفتن قلم گرفتن و بالای ورق نویساندن خدایا همنشینی عاقلان کن، خدایا همردیفی عادلان کن، به گورستان از آن روز بخسبم مرا همسایه ساکت دلان کن. برادر عزیز، آدم اهل علم، آدم دانشمند زنده‌ش هم نفع دارد، مرده‌ش هم نفع دارد. حتی بین عزیزان خدا میگن خدا کنه که ما در پهلو یک آدم عالم و صاحب دین حتی خانه های قبر ما باشد. شما ببینید چقدر زارعی که حضرت عمر رضی الله عنه پهلوی پیغمبر کرده بود، جایی که مادرمان عایشه برای خودش گذاشته بود در پهلوی پیغمبر خدا. وقتی حضرت عمر که آخران لحظه های از حیاتش بود، عبدالله بچه‌ش را به پیش مادر مراود کرد. رو از مادر رو خواهش کن که آیا همون پهلوی پیغمبر بهر ما میبخشه یا نمیبخشه. شما بینید که حضرت عمر رودهاش در بیرون بود و دست اون ابولؤلؤ مجوسی که کار خورده بود، میگن در یک حالت خیلی سنگین قرار داشت. میگه همین چشمش طرف عبدالله بود که از خانه حضرت عایشه مادرمان چی خبری میارم. وقتی میگه عبدالله تا دهنی در نارسیده از همین صدا میزد عایشه چی گفت؟ که عبدالله گفت پدر گفت خوش خبره گفت برای خودم جای بود بخشیدمش برای عمر. شما عدالت عمر را بینید برادر رضی الله عنه که وقتی که میگه از دنیا چشم میپوشید، گفت شاید که عایشه مادرمان از حسابی که من خلیفه مسلمان‌ها بودم شاید حضرت کرده باشه و جاش داده باشه. وقتی که من مردم جسد مردن از درش گذاره باز بپرسید عایشه راضی هستی که من در پهلوی پیغمبر قدر نخورم. این پهلوی پیغمبر برادر عزیز چقدر جهد کردن، چقدر خواهش کردن. برای بسیار
شما را به این محفلی که ببینید روزداری تا یک طرف، نماز جمعه خواندن تا یک طرف، در این لحظه نشستن تا شما میدانید از این ملائکه های هست. ما خبری کتابی داریم، ما آن چیزی را که از کتاب خدا خوانده با چشم و بصر قبول داریم. میگه وقتی که اول این محفل باز تمام می شود، ما با شما پناه به خدا میگیم تا یک ساعتهای دیگری، میگه ملائکه های در اینجا هستند که اونها به سوی آسمان میروند و خدای مهربان از این لحظه ما درد دارد، از گفتگوهای ما درد دارد. قرآن همی چی میگه؟ میگه و ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. هر چیزی که از زبان شما میبراید همون زمان ملائکه ها مینویسند. هر یک حرف ما را الله خواهد. میگه وقتی ملائکه ها که پیش پروردگار میرسد خدا میدانه و سنتش همینه که پرسش ها من این جئتم، از کجا آمده؟ من ملائکه هاش از کجا آمده؟ آمدیم از آن محفلی که اونجا یادی تو بود، اونجا ذکری تو بود. برادران عزیز، حالی ثابت بنانی در بین مردم برآمد و گفت من میدانم که خدا کی برای یاد بکنم. دیدیم ثابت بنانی چی گفت؟ گفت که من میدانم که کی خدا برای یاد بکنم. مردم ملامت کردن دیوانه شدن. از کجا میدانی خدا کی یاد بکنم؟ گفت برادران عزیز من دیوانه نیستم، من از سخن خود پروردگار خواند که در قرآن گفت فاذکرونی اذکرکم، یاد کنید یاد کار میکنم، یاد میکنید یاد کار میکنم. وقتی ملائکه ها را میپرسیده است از کجا آمده؟ از فلان محفل آمده. خلاص این حدیث بسیار حدیث طولانیه، دو ورق یعنی گویم کتاب این حدیث از اول تا آخر گرفته، ولی آخرش چی است؟ آخرش این است که ملائکه ها بی عدد برادران عزیز و ما یعلم جنود ربک الا هو. خدا میگه عدد ملائکه های مرا هیچ کس نمیداند، فقط من خودم میدانم. همه را خدا شاهد میگیره. خوشگیدو کن همه آن ملائکه هایی که در آن محفل اشتراک داشته، شما از آن محفل به آسمان آمده، همه تا شاهد میگیرن ان قد غفرت لهم. همون جمعیت مردم مگنیتگار است که از هر طرف گرد و گوشه‌ای که برای گوش کردن سخن خدا و رسول آمدن، من شما را شاهد بگیرم که همه اونها را گناه‌ها و خطاهاشون را بخشیدم. برادر عزیز، با توفیل چی؟ نه با توفیل آن که ما زینت داریم، سیکه و صورت داریم یا در غریبیم، بلکه به خاطر که اونها برای سخن خدا و رسول گوش کردن جمع آمده. خداوند در توفیل این گناه‌های شما را میبخشد در حضور ملائکه ها و ملائکه ها شاهد میگیرند. برای من برادر عزیز بسیار ضرور را میدانم که شما باید دائم و دائم از این چیزهای معنوی برخوردار باشید. فتح موسیقی گفتگی عالم داریم در عالم اسلامی خود گذاشتن، خدا رحمتشون کند. میگه اگر انسان 3 روز به نان ماند، 3 روز به نان ماند حلاق نمیشود. یعنی 3 روز اگر غذا نخوره حلاق نمیشود. شما در تجربه هم دیدید چندین امارت‌هایی که در دنیا چاپ میشود 10 روز پس 15 روز پس از زیرشون حتی طفل‌ها را زنده میگیرند. یعنی اگر 3 روز گفتن انسان به غذا ماند حلاق نمیشود، ولی اگر 3 روز از گوش کردن امر به معروف محروم شود هر آینه قلبش حلاق میشود. 3 روز اگر شما گوش نکنید سخن خدا و رسول قلبتان حلاق میشود. میدونید قلب که حلاق شد پیامبر گفت ان ابعد الناس من الله القلب القاسي. دورترین انسان از من آن نفری است که قلب او سیاه و قلب او حلاق شده. برای همیشه شما
ولی این میگه زبان آمده از بر شکر و سپاس و غیبت نگرداندش حق شناس. گذرگاه قرآن و پند است و گوش و بهتان و باطل شنیدن نکوش. برادر عزیز، قرآن میگه این السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنه مسئول. خدا میگه چشم دادم، گوش دادم، دست دادم، پای دادم، هر کدام این باید وظیفه های خودشون اجرا کنند. اگر در غیر وظیفه های خودشون شما اینها را استفاده بوده، از خود گله کنید. هرچه آمد به سرتان، هرچه از سختی که دنیا و آخرت را میچشید، کسی را ملامت نید، بلکه خودتان را ملامت کنید. زیرا این گوش باید گذرگاه قرآن و پند است به گوش. جوانای عزیز، استاد ملکه نامدار بسیار یک موضوع عجیب زیبایی را که وحدت دوستی در بین شما، یگانه بدبختی که در بین اگر ما با وجود بیاد محلگرایی، ما دیگر خودمون آدم باید نگیم. برادرای عزیز، من خودم یک وقتای آمدم از اوفا آواز کردم، من برای تبابت آمدم، منم هم معزش ندارم، حاضرم مقصد سلامتی خوب نداریم، ولی وقتی که آمدیم و مردم خواهشاش دیدیم و مردم مقصد توجهش دیدیم و مردم همین حس کردیم که برای ما مهم است که با اینها باشیم و صحبت داشته باشیم، یک زمان های مسکان رو بادیم. ولی وقتی من رفتم، من در همه جا مثال به یکون حراس و به یکون ترس میگم، وقتی من در آمدم در بین انبوه مردم، یک 3 نفر بچه‌کم دویدن آمدن خطی من سلام کردم، بابا جی ما از کلابیم. من گفتم برادر، من از کلاب نیستم، الحمدلله مسلمانم. ما گفتم برادر عزیز، صدقه همه شما میشیم. هر کسی که در کار دینه، هر کسی که بچه خوب است، هر کسی که زیانش به یک کس نمیرسد، نابسته محل او به ما چه حاجت است؟ او برادر ما هست. ولی برادرای عزیز، باید در بین همه ما انمی بینیایت نقش کلان میبازند که در ما باید هیچ وقت محلگرایی نباشد. اگر ما جدا کردیم خودمان را، باز میگم دیگر خودت آدم نداریم. الحال حضرت استاد من اینجا دارم که خدا میگه این اکرمکم عند الله اتقاکم. این یگان محل، یگان ملت یادآور، کسی از من میترسد، او در نزد من محترم، او در نزد من عزت دارد. یک دیگر تو من دوست بداریم برادرای عزیز. همین کلمه های که از بار آمده است، قدساوی، کیده، اینا اکثرا بازی در بین مهاجران. من در یک روز که استطاعت همی را ندارم، ولی به خاطر ثواب زور هم می آید گپ میزنم، زیاده از 100 زن قدیم من صحبت دارم که اکثر یعنی از برادرای مهاجرای ما هست. همشان همینه، خیالشون که تا حال من در منبرم بابای داملا اون جمعت گپ زد درباره قصر نگاه، بابای داملا گپ زد درباره اون کسایی که ما را مقصد در همینجا کار میفرمونن پول نمیدن، گپ زد در همین کسایی که هم یک 4 کنده برای شکم میگوید در روز چند فایز گپ تقسیم میمونن بخش میتن. این برادر عزیز، آیا همین برادریه؟ همین برادریه؟ این هیچ وقت برادری نیست. شما بینید پیامبر نازنین ما چی میگه؟ همه ما محمد دوست داریم، همه ما جان ما را برای محمد میدیم، همه ما بعضیمون حتی نامش هم میشنویم از جا ما میپیزیم. همون محمد که ما دعوای محبت رو میکنیم، میگم من کان فی حاجت اخی کان الله فی حاجته.
هر کسی که حاجت یک برادر مسلمان شد انجام داد، خدا گفت که من در خدمتی تو خدمت یک برادر رو بود کردی، تو دست یک برادر گرفتی، همون خدای توانایی که در یک مینجه زدن دنیا را چپا میکنه، کسی را نمیپرسد، میگه ای بنده من در خدمت تو. و من فرج عن مسلم کربة فرج الله عنه بها کربة من کرب یوم القیامه. همون پیغمبر نازنین میگه اگر بالا یک بنده مومن سختی آمد، تو دفشه گرفتی، از همون سختی نجاتش دادی، خدای مهربان چی میگوید؟ میدانی میگه روز قیامت چی سختی ها دارد، روز قیامت چی مشکلات ها دارد. من که پروردگار تویم نمیگذارم که تو سختی های قیامت ها بچشی. من از سختی های قیامت نجاتت میدم. برای چی؟ به خاطر چی؟ به خاطر که تو دست یک برادر مسلمان داری. برادرای عزیز، میگن نفر چندین سال خدا را عبادت کرد، بعدا میگه یک آواز شنید، آواز به این معنا بود: ای بنده خدا، عبادت را ترک ساز که خدا میگه اگر باز همین قدر سال دیگر عبادت هم بکنی، تو جنت نمیره، تو جهنم میره. میگه این بنده خدا به طرف همون ادعا کننده گفت اگر تو ملائکه باشی، اگر تو فرستاده خدا باشی، من به پروردگارم این رسانیدنی هستم که بگو به پروردگار من که وقتی مرا جهنم میبرد، وقتی مرا به دوزخش میبرد، آنقدر جسد مرا کلان کند که بجز جسد من هیچ کس نگنجد دیگر. میگه پروردگار از سخن این بنده خوش آمد و گفت با او صدا بزن که اگر چیش لایق جهنم بود ولی امروز شایسته جنت شد، به خاطر که غمخواری و پشتیبانی از برای بنده های خدا میده. معروف ترکی را حکایه میکنن که سردی زمستان داشت، میگه پوستین داشت ولی یک کرتک هم داشت و پوستین را در نمیپوشید، دست شبه گرفته گشت. گفتن حضرت نمیپوشید سردی را این خلقی های. میگو راستی بار ببینم برادرای مسلمان که همین پوستین ما محرومن، اونها ندارن، فقط این قدر برای دلبرداری اونها کرده میتونم که در دست پوستین را بگیر بودن. برای بسیار یک برادرای عزیز ما کاری کنیم که باز خنده این مردم نشیم. شما میدانید آنقدر افتخاری که شما دارید، چه از دینتان چه از ملتان. خب گوییم که چه از اینقدر عزیزای خدا، اینقدر گوییم بزرگایی که ما داریم، اگر بازم این ما گریبان یکدیگر بگیریم، ما با یکدیگر مقصد سوی قصد تشکیل کنیم، ما یکدیگر مقصد در دشمنای خدا بفروشیم، دیگر اینا با ما چی میگن؟ اینا با ما چی میگن؟ خدا همه شما را نگهدار برادر عزیز. خدا ایمانهاتون را قبول کند. من از پروردگارم امید دارم که آن چیزی را که الان شما اندکم که باشه شنیده باشین، خدا خواهد از این شما خیلی بهره هم میگیرین و از خدا من در این ماه مبارک قبول دعاهای خواسته میشم که الله از دلهای ما بی‌مهری و بی‌مروتی و بی‌محبتی و بدبینی را ریشه‌کن کرده نابود کنه و در عوض این خدا در قلب‌های ما دوستی، محبت، یکدیگر را احترام کردن و قبل یکدیگر رسیدن را الله حضرت برای ما نصیب بکنه. مهربان میگه که من نظر الی وجه اخی نظر لطفی. من مثال این برادر نگاه دارم،
باید روی تازه نگاهش کنم، یعنی تبسم کنم، نه پیسارم باش، قوت نندازم، روم تورش نکنم. همچون برادر مسلمانه، همین خیلی چهره تازه قطعی نگاهش کنم، پیامبر گفت غفر له، خداوند گناهات بخشید. باید روی تازه وقتی که من با یک برادر مسلمان نگاه میکنم، خدا میگه من گناهات را بخشید. برادر عزیز، خداوند همیشه بیدار بیان نگاه کن دارد. ای خدا خواهد ولی یک ما لحظه‌ای بود در همین جه هستیم، باز خدا خواهد صحبتمون دوام بدید. فقط و فقط از خداوند خواهان میشویم که هر چی را گوش کردیم از این گوش به این گوش نشود و از گوش به قلب ها بدهد، سبب اصلاح ما شود، سبب خیر ما شود. اینقدر تای کردن و محنت کردن و آمدن خب به هدر نرود. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا. مصدقا
Baccio, te la fai nakne. Bravo,